رفتن هوشنگ و کیومرث به جنگ دیو سیاه. سیامک را پسری خجسته بود به نام هوشنگ که در نزد کیومرث جای دستور و بسیار باهوش و با فرهنگ بود. از گاه درگذشت سیامک کیومرث این یادگار او را در کنار خود همچون پسر خود بپرورانیده بود. چون کیومرث آهنگ جنگ بکرد، هوشنگ را به نزد خود فرا خواند و او را از آنچه می‌خواست بکند آگاه ساخت و گفت: اینک من لشکری فراهم خواهم آوردن و بر توست که پیشرو سپاه باشی، چه من رفتنیم و شاهی بر تو میماند. پس آنگاه سپاهی از پریان و درندگانی چون شیر و پلنگ و گرگ و ببر و نیز مرغان فراهم آورد و هوشنگ در پیش سپاه و کیومرث در پس آن روان گشتند. پس دیو سیاه با ترس و بیم بیامد و هر دو گروه به هم در افتادند. لیکن دیوان از آن سپاه دد و دام به ستوه آمدند. پس هوشنگ همچون شیر چنگ بزد و با کمند او را بگرفت و سرش از تن جدا ساخت و بر زمین افکند. چون آن کینه بگرفته شد، روزگار کیومرث نیز به سر آمد.